منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با قسمت دیگری از این برنامه مبارک در خدمت شما عزیزان هستیم که در راستای بیداری امت اسلامی و آشنایی آنها با مفاهیم والای اسلامی تهیه گردیده است. در این قسمت می‌خواهیم درباره نصیحت و امانت صحبت بکنیم، دو صفت نیکویی که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سنت مبارکشان ما را بر آن تاکید فراوان کردند. در حدیث متفق علیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. کسی از شما ایمان نمی آورد تا آنکه آنچه را برای خود دوست می‌دارد برای برادر مسلمان خود نیز دوست بدارد. برادری روح ایمان است. چکیده احساس برادری همان برآورده شدن امنیت فراگیری است که در همه جامعه اطمینان و صلح را گسترش می‌دهد. در قبل از اسلام امتها در بین خود در دشمنی و عداوت زندگی می‌کردند. حتی در داخل خانواده ها نیز چیزی به نام محبت و دوستی و برادری وجود نداشت. خاصا در جزیره العرب قبایل به جان هم دیگر افتاده بودند. سالهای سال طول می‌کشید تا یک جنگی در بین دو قبیله خاموش شود یا به سبب مسئله کوچکی جنگ بین دو قبیله در می‌گرفت و هزاران هزار نفر به کام مرگ فرو می‌رفتند. اسلام آمد تا برادری، مساوات و برادری را در بین انسان‌ها نهادینه کند. هر کس که این مسئله را به درستی درک کند و تدبر نماید وظیفه خود را در برابر برادران مسلمان خود خواهد دانست. نشان دادن صادقانه برادری محدود نیست، اما همه آن در یک واژه بزرگ که معنای عظیم و آثاری چشمگیر دارد جمع می شود که همان خیرخواهی در رفتار و پذیرش نصیحت دیگران و نصیحت کردن و محبت در حق یکدیگر است. بر اساس این حق برادرت را نصیحت کرده و برای او خیرخواهی می‌کنی و نصیحت او را پذیرفته و نصیحت کنندگان را دوست خواهی داشت. در دین مقدس اسلام برادر و خواهر عزیز، نصیحت معیار محبت صادقانه است و معیار محبت و دوستی خالصانه است. برادر تو کسی است که در حق تو خیرخواهی و نصیحت کند. نصیحت کلمه است فراگیر و معنای کامل آن اراده خیر است برای شخص مقابل و راهنمایی وی به سوی آن و برحذر داشتن او از عیبها و انحراف در گفتار و کردار و رفتار با دیگران. اگر می‌خواهید معنای واقعی نصیحت در اسلام را درک کنید، با حالت بسیاری از برادران و خواهرانتان ببینید که با زحمت‌های شبانه روزی برای خدمت به شما کوشش می‌کنند. به مبلغین، به کسانی که در راه بیداری امت اسلامی
از طریق وبسایت ها، رادیو ها، تلویزیون ها، از طریق نشرات مانند کتب، روزنامه ها، مجلات زحمت میکشند تا شما را به راه حق و راه درست راهنمایی کنند. این که همه این انسان ها به دوزخ بروند یا همه این انسان ها به جنت بروند برای آن شخص فرقی نمی کند، اما برای یک مسلمانی که واقعا مسلمان باشد خیلی فرق می کند که یک مسلمان توسط نصیحت او به جنت برود، یک مسلمان به وسیله نصیحت او از آتش دوزخ نجات پیدا کند. محمد بن نصر رحمت الله علیه در تعریفی دقیق و زیبا می‌فرماید نصیحت یعنی توجه قلب نسبت به شخص نصیحت شده هر که باشد و مراقبت از او و اصلاح وی. ببینیم که بهترین انسان‌ها، سرور و سردار انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در سخنان زیبا نصیحت را چه معنی کردند. ایشان می‌فرمایند الدین نصیحه، الدین نصیحه، الدین نصیحه. قلنا لمن؟ صحابه پرسیدند برای کی؟ فرمودند لله و کتابه و لرسوله و لائمه المسلمین و عامتهم. دین نصیحت و خیرخواهی است. دین نصیحت و خیرخواهی است. دین نصیحت و خیرخواهی است. گفتیم برای چه کسی ای رسول الله؟ فرمودند برای الله و برای کتابش و برای پیامبرش و برای امامان مسلمانان و دیگر مسلمانان. یکی دیگری از علما می‌فرماید نصیحت ام دین نامیده می شود و ام اسلام. پس این مسلمانان برای هیچ کس دارای هر مقام و منزلتی که باشد ممکن نیست که از نصیحت بی نیاز شود. حاکم باشد، عالم باشد، معلم باشد، خانه‌دار باشد، فقیر، مرد، زن، جوان، پیر، دور و نزدیک، همیشه و در همه جا ما انسان ها محتاج نصیحت هستیم. محتاج نصیحت کسانی که با اخلاص و با ایمان ما را نصیحت کنند و در پی خیرخواهی ما باشند. نصیحت و خیرخواهی از بزرگترین حقوق میان مسلمانان است. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند حق المسلم علی المسلم الست. قیل ما هن یا رسول الله؟ قال اذا لقیته فسلم علیه و اذا دعاك فاجبه و اذا استنصحك فانصح له و اذا عطس فحمد الله فسمته و اذا مرض فعده و اذا مات فاتبعه. این حدیث مبارک در صحیح مسلم که یکی از کتب معتبر احادیث مسلمانان محسوب می‌گردد ذکر شده است. ترجمه این حدیث مبارک این است: حق مسلمان بر مسلمان 6 چیز است. گفته شد این 6 چیز کدامند یا رسول الله؟ ایشان فرمودند هرگاه با برادر مسلمانت روبرو شدی به وی سلام بگو و اگر تو را دعوت کرد دعوتش را بپذیر و اگر برای تو نصیحت و خیرخواهی کرد تو نیز برای او خیرخواهی کن و اگر عطسه زد و الحمدلله گفت در پاسخش جواب او را بده و اگر بیمار شد به عیادتش برو و اگر وفات یافت در تشییع جنازه او شرکت کن. بینندگان عزیز و گرامی، جریر ابن عبدالله بجلی رضی الله تعالی عنه می‌فرمایند که بایعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم على اقامة الصلاة و ایتاء الزکاة و النصح لكل مسلم. با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر برپا داشتن نماز و دادن زکات و خیرخواهی برای هر مسلمان بیعت نمودم. پس ای مسلمانان، مثال مؤمن در برابر دیگر مسلمانان مانند دو دوست است. دو دوست و دو رفیقی که هر یکی دیگری را میشنود و برای او خیرخواهی میکند. ابو درداء رضی الله تعالی عنه میفرماید که اگر بخواهید شما را نصیحت میکنم، محبوب ترین بندگان نزد الله کسانی اند که باعث دوست داشتن الله نزد مردم و دوست داشتن مردم نزد الله میشوند و در زمین به نصیحت و خیرخواهی تلاش می‌ورزند.
یکی از علما می‌فرماید که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه با نماز و روزه بسیار بر دیگر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیشی نگرفت، بلکه با چیزی که در قلبش بود بر آنها پیشی گرفت. آنچه در قلب ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بود محبت الله و خیرخواهی برای بندگان او تعالی بود. بعضی از آداب نصیحت را خدمت شما عزیزان بیان بکنیم که اولا اخلاص در خیرخواهی برای شخص مقابل باید وجود داشته باشد. دور شدن از هوا و خواهشات نفس، صبر و شکیبایی در برابر آنچه ممکن است از طرف شخص مقابل به شما برسد. باید در نصیحت از لطف و آسانگیری بهره جسته شود. اصل در نصیحت این است که در حالت سری و مخفیانه انجام بگیرد. برادران و خواهران عزیز و گرامی، دومین مطلبی را که امروز برای شما عزیزان می‌خواهیم بیان بکنیم مسئله امانت است. یکی از صفات نیکو و پسندیده‌ای که دین مبین اسلام و پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آن را ستودند، صفت امانت داری، صفت امین بودن. خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قبل از اسلام در مکه مکرمه به محمد امین مشهور بودند، زیرا امانت و راستکاری و درستکاری ایشان زبان زده خاص آن بود و حتی مشرکین و کفار نیز با آن اعتراف می‌کردند. در سوره المؤمنون الله سبحانه و تعالی می‌فرماید قد افلح المؤمنون، همانا مؤمنان رستگار شدند. کیها رستگار شدند؟ مؤمنین. بارالله برای ما بیان کن که این مؤمنین کیها هستند. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. الله سبحانه و تعالی جواب میدهد که و آنان که امانتها و پیمان خود را رعایت میکنند، امانتدار هستند و به وعده خود و به پیمان خود وفا میکنند. و همچنین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در قرآن کریم از زبان ایشان میفرماید که اینی لکم رسول امین، من برای شما پیامبری امانتدار هستم، در سوره شعراء آیه 162. و در باره صفت زشت خیانت در قرآن کریم سوره نساء 107 الله سبحانه و تعالی میفرماید ان الله لا يحب من كان خوانا اثیما، امانا الله هر کس را که خیانتگر و گناه پیشه باشد دوست ندارد. و در سوره انفال آیه 27 الله سبحانه و تعالی میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، ای کسانی که ایمان آورده اید به الله و پیامبر او خیانت مکنید و نیز در امانتهای خود خیانت نورزید در حالی که خود میدانید. پس برادر و خواهر عزیز مسلمان، سعی کن که برادر و خواهر مسلمان خود را هر کی هستند دور یا نزدیک نصیحت کنی به خاطر خدا و همچنین امانتکار، راستگو و درستکار باشید. در پناه پروردگار متعال، الله حافظ و نگهدارتان باد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بزر شوکت، شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.